خب، سلام دوستان. عصر همگی بخیر. خیلی خوش اومدید به اولین جلسه از کلاس های گریدری درس سیستم عامل. من امیرحسین رودکی هستم. احتمالاً منو از گریدری های درس های دیگه به یاد داشته باشین. این ترم متاسفانه کسی برای گریدری در سیستم عامل داوطلب نشد، ولی حالا دکتر موسوی به من گفتن که چون این بخش کانکارنسی شاید بشه گفت مهمترین و سختترین قسمت درس هست، یکی دو جلسه کلاس گریدری براتون برگزار کنم که با مسائل مختلفش آشنا بشید، چون بقیه قسمت درس سیستم عامل حالا برای پایان ترمش نسبتاً تعریفیه، یعنی برای میان ترمش هم تعریفی بود، یا مثلا حالا اون قسمت اسکیجولینگ و اینا که بود اونا هم خب فرمول داشت دیگه، یعنی فرمولا رو حفظ میکردیم، میرفتیم سر جلسه امتحان یک گانت چارت رسم میکردیم، فرمول محاسبه میکردیم، جواب رو به دست میآوردیم. ولی این بخش کانکارنسی برخلاف بخشای قبلی بیشتر یک کمی استنتاجی هست، یعنی نیاز داره که یک کمی استدلال کنیم. حالا مثالایی که حل میکنیم با هم و میبینید بیشتر مثلا باید قشنگ چی میگن، یعنی مثلا باید اثبات کنیم، قشنگ اثبات ریاضی باید ارائه بدیم که مسئله حل بشه. برای همین این قسمت یک کمی از قسمت‌های دیگه سخت‌تره، ولی بازم چیز نیست که نشه هندلش کرد. در رابطه با ضبط کلاس، بله من ضبط رو زدم، داره ضبط میشه از ساعت 4 و 5 دقیقه. حالا اگه یه نفر دیگه هم بتونه ضبط کنه خیلی بهتره، چون حالا ممکنه فایل من هم صداش دچار مشکل بشه و خیلی حجمش بیاره بالا و اینا. اگه یه نفر دیگه مثلا OBS چیزی داره یه ران بزنه سری که مال شما هم ضبط کنه، که اگه مال من خراب شد فیلم به دست بقیه بچه‌ای که نیستن هم برسه. خب خیلی هم عالی. کسی سوالی نداره تا اینجای کار؟ اوکی، خب پس بیاین بدون معطلی شروع کنیم. خب اول یه سری مفاهیمی هست توی این سکشن از درس سیستم عامل که خب یه کمی به قول معروف خیلی به هم نزدیکه، یعنی از نظر تعریفی ها یه کمی تعاریفشون به هم نزدیکه، ولی یه جزئیات ریزی داره که حالا تو این پرابلم یک سعی کردم همشو اینجا لیست کنم که اینا رو با هم یه مرور کنیم قبل از اینکه وارد مسائل اصلی درس بشیم. خب سوال یک گفته که کلاً 5 تا سوال قرار با هم حل کنیم. سوال یکش اینه، گفته که این اصطلاحات زیر رو تعریف کنید و رابطه احتمالی بینشون هم بررسی کنید. مورد اول تفاوت کانکارنسی و پارالیلیزمه. کسی میخواد اظهار نظری کنه در مورد فرق کانکارنسی و پارالیلیزم؟ کسی دوست داره مثلا یکیشو بیاد تعریف کنه، مثلا یکی بیاد کانکارنسی رو بگه، یه نفر دیگه بیاد پارالیلیزم رو بگه؟
یکی از بچه ها گفتن اینتر لیوینگ. حالا اینتر لیوینگ باز خودش یه ترمیه که نیاز به توضیح داده شدن داره. یه نکته هم که توی این نوع مسائل میخوام بهتون بگم که معمولا دکتر موسوی اول امتحانشون، یعنی اون سوال اولشون یه سوال تعریفی میدن. خب مثلا همین پرابلم یک خودم اینا حواستون باشه بچه، مثلا وقتی میگن پارالیلیزم نگه مثلا موازی سازی، مثلا اصطلاحی که میگن رو ترجمه نکنید، سعی کنید مثلا یه خط دو خط بست بدین، شرح بدین قشنگ، یا نمیدونم یه مثالی بزنین، یه شکلی بکشین، چون مثلا ترجمه کردنش خیلی سودی نداره. حالا من این مورد اول رو میگم، حالا یه کمی یخ جمعم باز شه، حالا موردهای بعدی و بقیه داوطلب شن کمک کنن. کانکارنسی و پارالیلیزم خب جفتش ایده از اینجا نشأت گرفته که ما دوست داریم که به جای اینکه به قول معروف سیستم خطی کار کنه، بتونیم یه جورایی چند تا برنامه مختلف، چند تا پروسس مختلف، چند تا ترد مختلف، اینا رو بیایم به قول معروف همزمان اجرا کنیم. خب حالا خود کلمه همزمان هم یه کمی کلمه جالبی نیست خیلی. پارالیلیزم یعنی معنی لغویش یعنی موازی باشه. خب یعنی واقعا موازی باشه، یعنی مثلا دو تا ترد در یک لحظه همزمان در حال اجرا باشه. خب اما کانکارنسی هم معنیش خیلی شبیه ها، ولی کانکارنسی یعنی این که اون تردا بین همدیگه اجرا بشن. یعنی مثلا اگه یه ترد A داریم یه ترد B داریم، مثلا اول اینستراکشن اول ترد یک اجرا بشه، بعد CPU دست به دست بشه به ترد B بیاد اینستراکشن اولش رو اجرا کنه، بعد CPU رو پس بده به ترد A، دوباره ترد A اینستراکشن دومش رو اجرا کنه، بعد همینجور هی CPU و حالا بقیه ریسورس های سیستم رو اینجوری بین خودشون دست به دست کنن. خب این قطعا خیلی برای ما جذاب‌تره تا اینکه بیایم مثلا اول کل اینستراکشن های ترد یک انجام بشه، بعد بیایم کل اینستراکشن های ترد دو رو انجام بدیم. چرا؟ چون یه جورایی داریم همگام سازی میکنیم به قول معروف. اما پارالیلیزم همونجوری که گفتم یعنی همزمان اجرا بشه، یعنی ما مثلا چند تا کور CPU داریم، یه کور ترد A رو اجرا کنه، یه کور ترد B رو اجرا کنه. اینجوری در یک لحظه هم ممکنه اینستراکشن مثلا اول ترد A اجرا بشه، هم اینستراکشن مثلا دوم ترد B در یک لحظه موازی دارن انجام میشه. این فرق کانکارنسی و پارالیلیزم. همه فرق این دوتا رو متوجه شدن؟ کسی سوال نداره در رابطه با این تعاریف؟ خیلی هم خوب. خب بریم مورد دوم اینترلیوینگ و ریس کاندیشن هست. خب آقای مقصودی که اینترلیوینگ رو ارسال کردن، شما میشه میکروفونتون رو باز کنین توضیح بدین که اینترلیوینگ یعنی چی؟ اجباری نیست، یعنی داوطلبانه اگه صحبت دارید. الان صدا رو دارین؟ بله بفهم. خب همون چیزی که زودتر گفتید دیگه، که یه بخشی از این کار انجام بشه، بعد یه بخشی از اون انجام بشه و یه بخشی از این، یا در هم دیگه مثل این که دوخته شده باشن. دقیقاً. یعنی اینترلیوینگ، بذار یه سوال دوم بپرسم، نظرتون اینترلیوینگ
مربوط به کانکارنسیه یا به پارالیلیزم ربط داره؟ مشخصا کانکارنسیه. آفرین، دقیقاً کاملا درست توضیح دادن. اینترلیوینگ اصلا اسمش روشه دیگه، یعنی اینتر یعنی ما بین دیگه، یعنی هی بین هم دیگه اجرا بشه. یعنی مثلا یه اینستراکشن از ترد A اجرا بشه، بعد یه اینستراکشن از ترد B انجام بشه، اینجوری سیستمو دست به دست کنن بین خودشون. حالا یه اصطلاح دیگه این وسط به وجود میاد به اسم ریس کاندیشن. خب ریس کاندیشن یعنی این که این دست به دست کردنه هست، این اینترلیوینگی که هست که گفتیم سیستمو بین خودشون دست به دست کنن ها. خیلی وقتا خب یه ریسورسی مشترک استفاده میشه دیگه. یعنی مثلا میگم یه وریبلی توی مموری همزمان هم ترد A داره استفاده میکنه، هم ترد B داره استفاده میکنه. یا مثلا یه فایل رو از رو دیسک جفتشون دارن دستکاری میکنن. خب همزمان وقتی که اینا اینترلیوینگ انجام میدن و یه ریسورس مشترکی داره و جفتشون دارن اون ریسورس مشترک رو دستکاری میکنن، اینجا یه حالتی ممکن رخ بده به اسم ریس کاندیشن. ریس کاندیشن یعنی چی؟ یعنی اون مقدار نهایی اون ریسورسه، یعنی حالا مقدار از نظر عددی منظورمون نیست، مثلا مقدار از نظر استیت نهایی اون ریسورسه وابسته میشه به ترتیب انجام شدن اینستراکشن های تردایی که داریم. خب یعنی ما مثلا الان 2 تا ترد داریم، یه ترد A داریم، یه ترد B داریم، هر کدومش مثلا 3 تا اینستراکشن داره. خب این که این اینستراکشن های ترد A و B چطور انجام بشن، با چه ترتیبی انجام بشن، استیت نهایی اون ریسورس ممکنه متفاوت از آب در بیاد. خب به این میگن ریس کاندیشن. خب ریس کاندیشن قطعا یه چیز بدیه دیگه، یعنی اینکه یعنی ما یه قطعیتی نداریم، 2 ترد انجام میشه معلوم نیست خروجی اون ریسورس چیه، یه چیز بدیه، ما دوست داریم جلوشو بگیریم. و این سکشن از درس به همین میپردازه که چجوری جلوی ریس کاندیشن رو بگیریم و مطمئن شیم استیت نهایی اون عرض حضورتون اون ریسورس مشترک خروجیش قطعی باشه، یعنی اون معروف دیترمینستیک باشه، یعنی قابل پیش بینی باشه. که حالا 3 تا کاتگوری راه حل هست: راه حل نرم افزاری، راه حل سخت افزاری و راه حل سیستم عاملی. خب که الان ما توی این جلسه میخوایم راه حل نرم افزاری رو بررسی کنیم، توی جلسه بعدی راه حل سخت افزاری که حالا خیلی به قول معروف پیش پا افتاده هست و راه حل‌های سیستم عاملی که میشه اون بحث سمافورها و اینا رو با هم مرور میکنیم. خب پس این هم شد تعاریف اینترلیوینگ و ریس کاندیشن. در واقع ریس کاندیشن حاصل اینترلیوینگ به قول معروف کنترل نشده ختم میشه به ریس کاندیشن. خب اینم از تعریف مورد 2. همه مورد 2 رو کامل متوجه شدن؟ کسی ابهامی نداره روی تعاریف؟ بفرمایید. الان نتیجه کانکارنسی باید دقیقا مثل این باشه که اینا به صورت سیکوئنشال انجام شده باشن؟ آره یعنی باید نتیجه شکی باشه. بله هم باید قطعی بشه پیش بینی کرد چی میشه، هم نتیجه‌ای که میده یعنی اون استیتی که میده درست باشه، صحیح باشه. به قول معروف درست اشاره کردید. خیلی هم خوب. مورد بعدی اسپین لاک و بیزی ویتینگ است. این خیلی تعاریف به هم نزدیکه، یعنی سوال خیلی هوشمندانه انتخاب کردم. اسپین لاک خب یه تکنیک برنامه‌نویسیه در واقع. اسپین لاک یعنی که ما یه حلقه بندازیم، خب یعنی یه حلقه بنویسیم
و توی بلاک اون حلقه هیچ کاری انجام ندیم. به این کاری میگن اسپین لاک. خب یه تکنیک برنامه‌نویسی. بذاریم ببینم مثلا آره این حلقه توی این پرابلم 2 این خط شماره 1 رو میبینید، این الان یه اسپین لاکه، یه حلقه که هیچ کدی جلوش نیست، یه سمیکالن جلوشه، یعنی هیچ اینستراکشنی داخل بلاک وایل نیست، یه اسپین لاک بهش میگن. حالا بیزی ویتینگ چیه؟ بیزی ویتینگ دوباره حاصل اسپین لاکه. خب یعنی وقتی الان این یه ترد این قطعه کدو اجرا کنه، اتفاق که میافته اگه بیفته تو اون لوپه، یعنی occupied ترو باشه و اون ترد اسپین لاک بشه اصطلاحاً، اتفاقی که رخ میده اینه که این بیزی ویتینگ میشه. یعنی چی؟ یعنی همجور داره ویت میکنه ولی بیزی هم هست، یعنی رو خط شماره 1 گیر کرده، داره ویت میکنه ولی بیزیه. حالا بیزی بودن از چه جهت میگیم؟ چون منابع سی پی یو رو داره مصرف میکنه و کار مفیدی انجام نمیده، همجور فقط هی داره لوپر رو مدام چک میکنه بین آیا occupied فالس شده که ازش بیاد بیرون یا نه، یعنی هیچ اینستراکشن مفیدی انجام نمیده و بیزی ویتینگ معنیش این هست. مورد بعدی ددلاک و لاک اوت هست که ددلاک یه سناریو، بذارین یا از خودتون بپرسم، از شما الان تعریف رسمی ددلاک چیه؟ کسی اینپوتی داره؟ بفهم. سلام. سلام. ددلاک تعریفی که حالا من ازش میدونم اینجوریه که دو تا پردازش، دو تا ترد یه وابستگی حلقه‌ای داشته باشن، یعنی یکیش به دیگری وابسته است، منتظره که اون یه چیزی رو براش پروواید کنه، اون یکی هم به اون یکی وابسته است و این دوتا به هم دیگه وابستن و هیچ کدوم کاری نمی‌کنن، پس همینطور میمونن. بله درست اشاره کردید. حالا من یه تعریف کتابی ترشو بخوام بگم، ددلاک یعنی یه تردی توی یه قسمت از کد، الزاماً حلقه نیست ولی اکثرا حلقه است، یعنی مثلا 99% مواقع حلقه است، توی یه حلقه گیر کنه و هیچ وقت از اون حلقه خارج نشه، به این میگن ددلاک. خب یعنی یه مثلا فرض کنید تو همین پرابلم 2 یه تریدی بیاد این خط شماره 1 رو اجرا کنه و فرض کنید occupied هم فالس تروه، ببخشید occupied کلا تروه، این همینجور میاد تو خط 1 گیر کرده دیگه، اسپین لاک همینه دیگه، الان داره بیزی ویتینگ میکنه، تو خط 1 داره بیزی ویتینگ میکنه و occupied هم هیچ وقت فالس نشه، یعنی تا قیامت همجور تو خط 1 گیر میکنه، به این میگن ددلاک. حالا یه اصطلاح تخصصی تری هست، نمیدونم دکتر موسوی بهتون گفتن یا نه، بهش میگن داگ این منگر، شنیدید؟ داگ این منگر کسی شنیده؟ خب است که نشنیدید. داگ این منگر یعنی این که دو تا ترد منتظر خروجی همدیگه باشن. خب یعنی فرض کن یه ترد A داریم یه ترد B داریم، ترد A منتظر ترد B که یعنی منتظر ترد B تعیین تکلیف کنه، ترد B هم منتظر ترد A تعیین تکلیف کنه. این هم یه سناریوی دیگه ددلاکه، یعنی این داگ این منگر یه حالت خاص از ددلاکه، ولی تعریف کلی ددلاک میشه این که یه کدی یه تردی بیفته تو یه قسمت خاص کد که معمولا هم حلقه هست و هیچ وقت از اون حلقه خلاص نشه، به این میگن ددلاک، که یه حالت خاصش هم که تو بعضی از کدا رخ میده بهش میگن داگین منگر. این هم گفتم شنیده باشید.
حالا لاک اوت چیه؟ لاک اوت یعنی یه حالت باز خیلی خاصیه. کسی لاک اوت رو شنیده؟ هم دکتر بهتون گفتم لاک اوت یعنی یه تردی لاک اوت شده. این یعنی چی؟ هیچ کس نشنیده؟ لاک اوت یعنی که یه تردی داخل کریتیکال سیکشن ترمینیت بشه. یعنی یه تردی وارد کریتیکال سیکشن بشه و داخل کریتیکال سیکشن تموم شه، ترمینیت شه. به این حالت میگن لاک اوت شدن. خب که ما فرضمون توی تمام مسائلی که بهمون میدن، چه تو امتحان چه سر کلاس چه جای دیگه، اینه که لاک اوت هیچ وقت رخ نمیده. یعنی ترد قطعاً از کریتیکال سیکشن خارج میشه و تابع اگزیت رو اجرا میکنه. خب حال تابع اینتری و اگزیت رو میگن چیه. اوکی، پس این شد فرق ددلاک و لاک اوت. همه پرابلم یکو متوجه شدن؟ کسی ابهامی نداره توی تعاریف؟ هر سوالی هست بپرسید. خب مثل که سوالی نیست. بچه صدای من میاد از نظر کانکشن که مشکل نیست؟ اوکی. گفتم شاید صدام قطع شد. خب خیلی عالی. بریم سوال 2. سوال 2 شاید بهتون بگم رایج ترین سوال توی این قسمت کانکارنسیه که قطعاً یک سوال عین همینو توی پایان ترم خواهید داشت. یعنی اصلا شک نکنین روش که یه سوال میدن، یک کدی توشه، یک کدی نوشته که یه سولوشنیه بر مشکل کریتیکال سیکشن پرابلم و داره یه سولوشنی براش ارائه میده و از شما هم میپرسن که آیا این کدی که آورده شده مشکل کریتیکال سیکشن رو حل میکنه یا نه. یعنی همون مشکل ریس کاندیشن بود که گفتم آیا این مشکل ریس کاندیشن رو حل میکنه یا نه. خب که توی این مسائل ما کاری که باید انجام بدیم 3 تا گام هست. خب گام اول میایم یه چیزی رو چک میکنیم به اسم وجود میوچال اکسکلوژن. خب میوچال اکسکلوژن، حالا بذارم بقیه‌اش هم بگم. گام اول میایم وجود میوچال اکسکلوژن رو چک میکنیم. گام دوم میایم وجود پروگرس یا عدم وجود از حضورتون عدم وجود ددلاک رو چک میکنیم. خب گام سوم میایم وجود باوندد ویتینگ یا عدم وجود استارویشن رو بررسی میکنیم. اینا هم معنیه ها. یعنی مثلا وجود پروگرس یعنی عدم وجود ددلاک، یا مثلا وجود باوندد ویتینگ همون معنیه عدم وجود استارویشن رو میده. خب این 3 تا گام رو باید دونه دونه بررسی کنیم به ترتیب. ترتیبش هم مهمه ها. یعنی اول میریم وجود میوچوال اکسکلوژن رو چک میکنیم. اگه نبود که خب هیچی دیگه، یعنی سولوشن غلطه، میگیم این سولوشن غلطه، به درد نمیخوره. اگه بود میریم گام 2 وجود پروگرس یا عدم وجود ددلاک رو چک میکنیم. اگه شرط وجود نداشت خب میگیم غلطه. خب میگیم غلطه، سولوشن غلطه، به درد نمیخوره. اگه وجود داشت میریم گام سوم میایم چیز رو چک میکنیم. عرض حضورتون وجود باوندد ویتینگ یا عدم وجود استارویشن رو چک میکنیم. خب این ترتیب خیلی مهمه ها. الان همه اینو متوجه شدن دقیقاً. این خیلی این
یعنی شاکلید حل این مسائل فهمیدن این قضیه هست، فهمیدن این گام ها هست. الان همه لطفاً تایید کنن که اینو متوجه شدن که این 3 مرحله رو باید به ترتیب دوندونه انجام بدن. این خیلی مهمه توی این قسمت. خب خیلی عالی. حالا خب ما این 3 تا شرط رو که میخوایم بررسی کنیم، حالا بذارین قبلش یه چیز بهتون بگم، یه تریکی بهتون بگم. نکنیم وقتی یه کدی به ما میده صورت سوال، قطعاً کد یه ایرادی داره. خب مگه که بیان مثلا الگوریتم پیرسون رو بذارن جلوم، خب قطعاً کد یه مشکلی داره. یعنی یا چیز داره، یا میوچوال اکسکلوژن نداره، یا عرض بزرگتون ددلاک داره، یا استارویشن داره. خب قطعاً یکی از این مشکل‌ها رو داره. خب پس هیچ وقت تو امتحان ننویسین نه مشکل نداره خداحافظ. خب قطعاً یکی از این مشکل‌ها رو داره، مگه که الگوریتم پیرسون باشه. خب پس این پروتیپی بود که خواستم بهتون بدم. حالا یه مسئله دیگه که از وقتی ما مثلا میگیم وجود عرض حضورتون میوچوال اکسکلوژن، 2 تا سناریو هست دیگه، یا داره یا نداره. خب اگه میوچوال اکسکلوژن داره باید اثبات کنیم داره. خب همجوری نمیگیم آره داره میریم مرحله بعد. خب این غلط. باید اثبات ریاضی بکنیم که آره میوچوال اکسکلوژن داره. اگه نداره، نداشتنش اوکی یا نداشتنش آسونه. یه سناریو سریع می‌نویسیم میگه آقا این مثال نقضش بیاد، نداره، خب این اوکیه. ولی وقتی میخوایم ادعا کنیم داره، باید اثبات کنیم. خب و اثبات کردنه معمولاً به روش برهان خلفه. خب کانترادیکشن بهش میگن. معمولاً 80-90% کانترادیکشنه. بعضی مواقع اثبات به روش اشباع بهش میگن. یعنی اثبات به روش اشباع، کسی یادش هست از درس از ساختمان گسسته اثبات به روش اشباع چی بود؟ تو الان هیچ وقت فکر نمی‌کردین اینو یه جای دیگه بشنوینم. ولی اثبات به روش اشباع کسی یادش هست چی بود؟ مثل نه. اثبات به روش اشباع یعنی بیایم همه حالتهای ممکن رو دونه دونه بررسی کنیم، بگیم آقا همه حالتهای ممکن رو ما دونه دونه بررسی کردیم، درست بود، پس کل اون قضیه هم درسته. متوجه هستین؟ یعنی مثلا یه کدی به همون دادن، مثلا برای این کده میشه مثلا 30 تا سناریو نوشت. یعنی همه جاگشت‌های مختلفش رو مثلا بیا دونه دونه بنویسی و اینا، به این حالته بعد دونه دونه بررسی کنی، ببینی تو همش منطقیه و استدلال کنی، بگی این کلن اون قضیه درسته. به این میگن اثبات به روش اشباع. یه روش دیگه هست به اسم اینداکشن یا اثبات به روش استقرار که اگه او داد اصلا ولش کنین به نظرم، چون او رو من خودم هم بلد نیستم. اثبات به روش کانترادیکشن یا همون برهان خلف، اون خودش اون اتفاقا آسان ترینش همونه و 80-90% مواقع هم همونو میپرسن که خب خیلی کار کردیم دیگه. یعنی برهان خلف و اشباع شاید یکی بلد نشه، ولی برهان خلف و مطمئنم همه بلدن. درست میگم؟ یعنی الان قطعا بپرسم همه میتونن توضیح بدن چیه برهان خلف. یعنی ما بیایم بگیم فرض کنیم حکم غلطه، خب بعد همینجور استدلال کنیم، استنتاج کنیم، به یه تناقضی برسیم، با یه فرضی که هست تو مسئله به تناقض برسیم. پس بگیم آقا چون اون حکم غلطه بهش میگن فرض خلف. خب این آقا فرض خلف یه تناقضی رخ داده، پس نمیتونه درست باشه، پس برعکسش که میشه حکم درسته.
خب به این میگن بحران خلف. خب بحران خلف خیلی بدیهیه دیگه، یعنی از حفظ میزنیم بحران خلف. بحران خلف اینجوری مثلا حالا این توضیحات دادم، مثلا این سوال پرابلم 2 رو گذاشتن جلومون، گفتن حل کنین. خب گام اول همونجوری که گفتن این که ما میایم چک میکنیم آیا میوچوال اکسکلوژن وجود داره یا نه. خب باید وجود داشته باشه، یعنی میوچوال اکسکلوژن یه چیز خوبیه، ما دوست داریم میوچوال اکسکلوژن وجود داشته باشه. میوچوال اکسکلوژن یعنی چی؟ یعنی یه به قول معروف چی میگن، یه مثلا دکتر موسوی یادم یه مثال قشنگی میزد، میگفت فرض کنید یه اتاقی هست، میوچوال اکسکلوژن یعنی در هر لحظه ماکسیموم یه نفر داخل اون اتاق باشه. خب یعنی 2 نفر همزمان یا 2 نفر بیشتر همزمان داخل اتاق نباشن، به این میگن میوچوال اکسکلوژن. حالا توی سیستم عامل هم معنیش همه، یعنی حد اکثر یه ترد داخل کریتیکال سکشن باشه، به این حالت میگن میوچوال اکسکلوژن برقراره و این چیز خوبیه. خب گام اول اینه که این میوچوال اکسکلوژن رو بررسی کنیم. خب الان یه کد گذاشتن جلومون، یه همیشه کدا یه تابع اینتری داره یه تابع اگزیت داره. خب که تابع اینتری قبل از کریتیکال سکشنه، یعنی قبل از اینکه یه تردی وارد کریتیکال سکشن بشه تابع اینتری رو صدا میزنه. بعد از اینکه از کریتیکال سکشن خارج شد اومد بیرون تابع اگزیت رو صدا میزنه بلا فاصله ها، یعنی بلا فاصله قبلش اینتریه، بلا فاصله بعدش اگزیته. خب یه اینیشیالایز هم داره که معمولا اون مقادیر اولیه رو بهمون میدن. خب تا اینجا توضیحات واضح بوده؟ اگه سوالی هست حتما بپرسین، یعنی چه تو چت چه تو میکروفون هر مسئله بود بگید سریع، مثلا تعارف نکنید، دوباره توضیح میدم هر چقدر نیاز بشه. خب یه کد دادن گفتن این سولوشن مناسبی هست یا نه. گام اولی این که چک کنیم آیا میوچوال اکسکلوژن داره یا نه. خب معمولا کاری که میکنیم این هست که میایم یه چند تا سناریو مینویسیم. خب سعی میکنیم ببینیم میوچوال اکسکلوژن برقرار یا نه. خب یعنی اول سعی میکنیم دنبال مثال نقص بگردیم، یعنی طبیعیه دیگه، یعنی اول آدم میره راه حل ساده تره رو تست میزنیم. اول سعی میکنیم ببینیم یه عرض حضورتون سناریویی آیا میتونیم بنویسیم که میوچوال اکسکلوژن رو نقص کنه. که خب حالا من الان چون کلاسه جواب درست رو میگم، ولی خب معمولا یعنی مثلا تو امتحان و اینا نیاز میشه که 2-3 تا سناریو بنویسید. اون ورست کیس سناریو، یعنی اون سناریویی که دیگه خیلی وضع خرابه رو از توش درارین، ولی معمولا هیچ کس مستقیم به سناریو خوبه نمیرسه. یه 2-3 تا سناریو باید بنویسین تست کنین تا ببینین چجوری پیش میره. خب سناریو نوشتنم باز خیلی مهمه. خب میاین 2 تا خط میکشین، یه طرف ترد اول رو میذارین، مثلا اینجا میشه T1 اسمش میذارم، اون طرف ترد 2 رو میذارید. این وسط هم اون ریسورس های مشترک رو میذارید که همین چیایی هست که تو اینیشیالایزه. مثلا اینجا O من میذارم O دیگه، کامل نمیذارم، این چیز مشترکی و مقدار اولیه‌اش هم فالسه. خب حالا شروع می‌کنیم سناریو نوشتن. سناریو نوشتن اینجوریه که شماره خط رو اینجا می‌نویسید، یعنی اینجا نوشتن 1 منظور اینه که این خط 1 داره اجرا میشه. اوکی. یه نکته‌ای هم اینجا بگم تو سناریو نوشتن خیلی مهمه که هیچ وقت تو یه خط، یعنی اینجا مثلا این خط دوم است، تو یه خط 2 تا کد ننویسین. کسی میتونه بگه دلیل این قضیه چیه؟ یادم دکتر موسوی میگفت ای من ببینم تو برگه امتحان یه نفر تو یه خط 2 تا کد نوشته اصلا سولوشن نمیخونم، چون طرف اصلا نفهمیده این کلا این قضایا رو. کسی میدونه دلیلش چیه هست؟ چرا تو یه خط نباید 2 تا کد بنویسیم؟ آفرین، دقیقاً چون ما داریم کانکارنت داریم کار میکنیم، پارالل که کار نمیکنیم.
یعنی همزمان که نمیشه ترد 1 اینستراکشن 2 رو ران کنه، ترد 2 اینستراکشن 1 رو ران کنه. پارالل که نیست، کانکارنته، اینا بین هم دارن اجرا میشن. خب این هم یه نکته‌ای بود که گفتم بگم حواستون باشه. خب شروع میکنیم سناریو نوشتن. اول مثلا میگیم ترد 1 این ترد 1 اینستراکشن 1 رو انجام میده. میگه آقا while occupied، الان occupied 0. خب پس این میتونه بره خط 2. خب الان اینجا مشکل نداره. حالا ما همزمان میایم این اینترلیوینگ دیگه میشه دیگه، میگیم ترد 2 هم بذار اینستراکشن 1 رو اجرا کنه. خب این هم الان میتونه بره خط 2. خب هیچ، چرا؟ چون فالسه دیگه، هنوز اینجا الان فالسه، اینجا هم فالسه. خب حالا میگیم بذار ترد مثلا 1 اینستراکشن 2 رو اجرا کنه. اینستراکشن 2 رو که اجرا کرد occupied میشه true. خب و بعد کجا میره؟ گفتم بلا فاصله بعد از entry critical section، یعنی این الان رفت تو critical section، اینجا میتونین CS. خب این الان تو critical sectionه ترد 1. ترد 2 هم دیگه باید خط 2 رو اجرا کنه دیگه قاعدتا. اینم خط 2 رو که اجرا کنه این میشه true، یعنی true رو true مینویسه، اینم میره تو critical section. خب الان فهمید چی شد؟ یعنی الان اتفاقی که افتاد اینه که همزمان 2 تا ترد T1 و T2 طبق این سناریویی که من از حفظ نوشتم همزمان تو critical section هم. یه لحظه نگاه این سناریو کنید خودتون میفهمید. هم ترد 1 هم ترد 2 همزمان تونستن وارد critical section بشن و همزمان اینکه 2 تا ترد همزمان تو critical section بشن شرط mutual exclusion رو نقض میکنه دیگه. یعنی الان این mutual exclusion ندارد، یعنی سولوشن غلطه. تموم شد، سوال 2 رو حل کردیم. حالا این میوچوال اکسکلوژن داشت، اول که باید اثبات کنیم داره، همجور نمیگیم داره، اثبات ریاضی میکنیم داره، بعد میریم ددلاک رو چک میکنیم. اوکی، الان همه متوجه پرابلم 2 شدن. خیلی مسئله خیلی پیش پا افتاده ایه، یعنی یه چیز خیلی ساده ایه، این صرفا دستگرمی آوردن. کسی سوال داشت؟ اوکی، خیلی عالی. خب یعنی یه سناریو نوشتیم دیدیم میوچوال اکسکلوژن نداره، مثال نقض زدیم. خب این از این. پرابلم 3 دوباره یه کد داده گفته این سولوشن هست یا نه. خب راستی اینو نگفتم. الان کسی میتونه تحلیل کنه مشکل این که میوچوال اکسکلوژن نداره چیه؟ یعنی حالا درست سناریو نوشتیم ما، ولی از رو کد کسی میتونه بگه کجای کار ایراد داره که این میوچوال اکسکلوژن نقض شده؟ مشکل کار اون وایل آکیوپاید که آره، ولی در واقع مشکل کار اینه که این به قول معروف این توی تابع اینتری این خط 1 و 2 این جدا بودن خط 1 و 2 شهر شد دیگه. یعنی این فاصله که بینشون هست، چرا؟ چون این T1 اومد 1 رو اجرا کرد، بعد CPU داد دست T2 هم اومد 1 رو اجرا کرد، بعد تازه اومد فلگو ترو کرد. متوجه هستین؟ یعنی اینجا این فاصله یه دستوری که بینشون افتاد باعث شد که اون اینترلیوینگ شرط میوچوال اکسکلوژن رو نقض کنه طبق این سناریویی که نوشتیم. اوکی، یعنی اینو گفتم، این تحلیلشو گفتم بهتون بگم که بدونید چرا این اتفاق رخ داد. حالا پرابلم 3 هم دوباره یه کد داده گفته این کریتیکال سیکشن رو پروتکت میکنه یا نه. خب طبق معمول اول میایم میوچوال اکسکلوژن رو چک میکنیم. خب که خب حالا این سوال به خصوص میوچوال اکسکلوژن داره.
خب اینو من میگم الان اینو من چون کلاس گریدریه دارم میگم داره ها، شما روز امتحان انقدر سریع نمیتونید بفهمید، باید دو سه سناریو بنویسین، سریع چک نویس کنین، بعد که مثلا چند تا حالت مختلف و چند تا سناریو مختلف رو نوشتید دیدید نداره، اون موقع حالا بیاین فکر کنین چجوری اثبات کنین. خب من حالا فرض میکنیم فکرامون کردیم اینجا. آقا این میوچوال اکسکلوژن داره، گفتم وقتی میگیم داره باید اثبات کنیم، همجور نمیگیم داره خداحافظ. میوچوال اکسکلوژن داره، گفتم اولین کار که میکنیم اینه که با برهان خلف سعی میکنیم ترای کنیم دیگه. این نشد حالا یه خاک تو سر خودمون میریزیم، ولی معمولا میشه، یعنی 80-90% مسائل با برهان خلف اثبات میشه اگه بشه ها، اگه بشه با برهان خلف اثبات میشه. اوکی، اما میخوایم بگیم حکم چیه؟ حکم اینه که میوچوال اکسکلوژن وجود داره، قبول دارین؟ حکم اینه که آقا میوچوال اکسکلوژن وجود داره. فرض خلف میشه نقیض حکم، فرض خلف میشه میشه نقیض حکم، یعنی میگیم فرض میکنیم میوچوال اکسکلوژن وجود ندارد. خب معنی این که میوچوال اکسکلوژن وجود ندارد چیه؟ یعنی دو تا ترد همزمان تو کریتیکال سکشن. اوکی، وقتی دو تا ترد همزمان تو کریتیکال سکشنن معنیش چیه؟ یعنی دو تا ترد همزمان تونستن از خط یک عبور کنن. کریتیکال سکشن بعد تابع اینتری دیگه، تابع اینتری هم فقط یه وایل توشه، فقط یه خط دستور اینستراکشن شماره 1 توشه. یعنی اینکه وقتی که میوچوال اکسکلوژن وجود نداره یعنی دو تا ترد همزمان تو کریتیکال سکشنن، وقتی دو تا ترد همزمان تو کریتیکال سکشنن یعنی دو تا ترد همزمان تونستن از خط یک عبور کنن. خب من از شما میپرسم آیا هم چیزی اصلا ممکنه؟ الان طبق این کدی که اینجا نوشته گفتیم زمانی، گفتیم وایل یعنی تا وقتی که ترن مخالف منه، یه متغیر داریم ترن که این یا مقدار می میگیره یا مقدار آدر میگیره. خب ما داریم الان ما تو فرض خلف داریم ادعا میکنیم دو تا ترد تونستن از خط یک عبور کنن. دو تا ترد چه زمان از خط یک عبور میکنن؟ زمان که اون وایل فالس بشه دیگه، یعنی اون کاندیشن وایل فالس بشه، یعنی هم ترد می تونسته از خط یک عبور کنه هم ترد آدر تونسته از خط یک عبور کنه، یعنی همزمان هم ترن مخالف می بوده هم ترن مخالف آدر بوده. خب نمیشه که ترن یا میه یا آدره، یعنی یه چیز قطعیه این یعنی فرض سواله که ترن یا میه یا آدره، نمیشه که ترن نه می باشه نه آدر باشه. دیدید؟ پس به تناقض رسیدیم. حالا اینجا میگیم که آقا ما به تناقض رسیدیم با این فرض مسئله که ترن یا میه یا آدره، به تناقض رسیدیم، در نتیجه فرض خلف باطل و درستی حکم اثبات می شود. الان اثبات ریاضی کردم که حکم درسته، یعنی میوچوال اکسکلوژن وجود دارد. همه متوجه شدن این صحبتی که توی 5 دقیقه اخیر کردم؟ این خیلی مهمه ها، این ترتیب استدلال کردن، یعنی دونه دونه جمله به جمله باید اینو بنویسین تو امتحان برین جلو. اوکی، هر کسی هر سوالی داره بپرسه. خب ما اثبات کردیم که میوچوال اکسکلوژن وجود دارد. حالا میریم مرحله بعد. مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد اینه که بیایم ددلاک رو چک کنیم. ددلاک یه چیز بدیه ها، یعنی ما عدم ددلاک رو دوست داریم، خود ددلاک رو دوست نداریم، میخوایم عدم وجود ددلاک رو چک کنیم، برعکس ننویسین.
برای عدم وجود ددلاک هم دوباره سیستم همونه دیگه، یعنی یا یه مثال نقصی ارائه میدیم میگیم نداره، یا باید با برهان خلف دوباره اثبات کنیم که وجود داره. خب این هم اینجوریه. حالا اینجا این یه سناریو ددلاک اینجا رخ میده، خب که یه کمی تریکیه. تعریف ددلاک هم بهتون گفتم. تعریف ددلاک یعنی این که یه تردی توی یه حلقه گیر کنه و هیچ وقت دیگه از اون حلقه در نیاد، تا ابد تو حلقه بمونه و گیر کنه. به این حالت میگن ددلاک رخ داده و این یه چیز بدیه دیگه، یه تردی تو حلقه گیر کرده. ما دوست داریم این حالت رخ نده، یعنی این سولوشنی که ارائه دادیم نباید ددلاک داشته باشه. اوکی، شروع میکنیم سناریو نوشتن. دوباره اون خطا رو میکشیم، وسط یه چیز داریم T، این ور ترد 1، این ور ترد 2. اینجا مثلا اولش هم ترد میه، حالا میتونم ام یعنی همون می. خب اولش مقدار اولیه ترن میه. خب ترد 1 میاد خط 1 رو انجام میده. خب یا ترن مخالفه می اگه هست من گذر کنم، خب نیست، یعنی این اینجا میچرخه. خب درست میگم؟ آره دیگه، ترن مساوی میه، ترن مخالف می نیست. یه لحظه، ترن الان ترن مساوی میه، خب یعنی اون شرطه غلطه. خب پس نه، این نمیچرخه، این میتونه بره دستور بعدی. درست میگم یا سوتی دادم؟ این الان گیر میکنه. درست میگم؟ آره این گیر میکنه چون ترن مساوی میه، مخالف نیست. پس میتونه بره دستور بعدی. خب حالا فرض کنید ترد 2 هم بیاد همینو خط 1 رو اجرا کنه. خب این رفت کریتیکال سکشن ها، این بعد اینتری کریتیکال سکشن، این الان رفت تو کریتیکال سکشن. خب دستور 2 میاد اینو چک میکنه، میگه آقا ترن الان میه. خب تی 2 تی آدره ها، یعنی آدر یعنی میه آدره. یه کمی بد توضیح دادم ولی فکر کنم فهمیدید. ما این تی 1 وقتی این تی 1 میگه می، منظورش میه، تی 2 آدر حساب میشه ها. اوکی آقا این شرط رو چک میکنه، این برقرار نیست. خب اصلا میوچوال اکسکلوژن رو اثبات کردیم دیگه، نمیتونه برقرار باشه بره تو کریتیکال سکشن. این اینجا اسپین لاک میکنه. خب اینجا بیزی ویتینگ میکنه، این منتظر میمونه. این هم همچنان میه دیگه. بعد این دستورش تموم میشه، این 10 رو اجرا میکنه، از کریتیکال سکشن میاد بیرون، این همچنان اینجا کریتیکال سکشن بوده و اینجا میشه آدر. خب اینو میکنه او و ترمینیت میشه. خب فرض کنی این تی 1 کلا ترمینیت شد. خب حالا این همینطور داره چک میکنه دیگه، توی این اسپین لاکه، تو اسپین لاکه چک میکنه. آقا اینجا میبینه او شد، میبینه اوکی، پس من میتونم وارد کریتیکال سکشن شم. این میره تو کریتیکال سکشن. خب اینجا این اجازه پیدا میکنه که وارد کریتیکال سکشن بشه، یعنی به محض اینکه این 10 اجرا میشه بلافاصله بعدش این شرط تورو میشه، ترد 2 میره تو کریتیکال سکشن. بعد که از کریتیکال سکشن در میاد چیکار میکنه؟ خط 10 رو اجرا میکنه دیگه. این خط 10 رو اجرا میکنه، چیزو میده، این ترن رو میده به آدر، یعنی این ترنی که الان آدر هست میشه می. خب و الان اینجا دیگه مشخص شد دیگه، ترد 1 اصلا ترمینیت شده. خب ترد 1 ترمینیت شده، ترد 2 نوبت رو داده به یه تردی که ترمینیت شده. خب
وقتی ترد 1 ترمینیت شده، ترد 2 الان ای بخواد دوباره 1 رو اجرا کنه، این 1 همینجوری گیر میکنه دیگه، یعنی همینجور اسپین لاک میشه تا وقتی که ترن مساوی آدر بشه، در صورتی که یه اتفاق هیچ وقت نمیفته. چرا؟ چون یه اینستراکشن قبلی ترنو کرده می و این ترد 1 که وظیفش اینه که ترنی که الان می هست رو بکنه آدر، ترمینیت شده، تموم شده، رفته، یعنی این میه تا ابد میمونه. خب و اینم تا ابد اسپین لاک بیزی ویتینگ میکنه. خب متوجه شدین؟ یعنی الان اینجا ددلاک رخ داد، میوچوال اکسکلوژن نداشته، میوچوال اکسکلوژن اثبات کردیم نداره، ولی یه سناریو نوشتیم که توش ددلاک رخ داد. این ترنه، این فلگ ترن که مقدارش یا میه یا آدر، اول تا وقتی ترد 1 بود و داشت اجرا میشد اوکی بود، همه چی دیدیم رفت جلو، رفت تو کریتیکال سکشن، اومد بیرون، هم دست به دست کرد اینا. بعد که ترمینیت شد، این ترد 2 ترنو کرد می و اینجا دیگه گیر کرد. میدونی مثل چی میمونه؟ بزن یه مثال بزنم براتون. مثل میمونه که ما یه اتاقی داریم، خب کریتیکال سکشن مثلا اون اتاقه هست، ترد 1 رفته تو، کاراش انجام داده، اومده بیرون، کلیدو داده به ما هم رفتیم تو، کارامون انجام دادیم، اومدیم بیرون، کلیدو دادیم به ترد 1. بعد ترد 1 اصلا رفته خونهشون، یعنی کلیدو برداشته رفته خونهشون، تموم شده دیگه، در دسترس نیست. بعد ما همجور منتظریم که ترد 1 بیاد کلیدو بده به ما که بتونیم بریم تو اتاق. خب نمیشه که، چرا؟ چون ترد 1 تموم شده، ترمینیت شده، در صورتی که ترد 2 همینجور منتظر یه نفر نوبتو بده بهش، یه نفر کلیدو بهش تحویل بده. متوجه شدین؟ یعنی این ددلاک همینه ها، یعنی ددلاک الان گیر کرده، تا ابد توی این حلقه وایله داره برای خودش میچرخه، به این میگن ددلاک. پس ددلاک وجود نداره، این سولوشن هم به درد نمیخوره. همه متوجه توضیحات شدن چرا ددلاک رخ میده؟ اون میوچوال اکسکلوژنه که اوکی بود، خب اون رو اثبات کردیم، همه متوجه شدن. الان این سناریوی ددلاک رو همه متوجه شدن که چرا این حالت به ددلاک ختم میشه. اوکی بود همه چی؟ مثال خوبی زدم ها. اوکی بریم پرابلم بعدی. پرابلم بعدی هم بذارونم ضبط درسته؟ آره ضبط اوکی. پرابلم 4. پرابلم 4 هم دوباره یه کد نوشته، گفته این ساپورت میکنه یا نه. خب الان یه نفر اول با مسئله رو بخونیم. خب دو تا چیزه، یه هر کدوم از ترداد یه فلگ دارن به اسم نید که این فلگه یا تروه یا فالسه. خب یعنی ترد اول یه فلگ داره بر خودش، ترد دوم هم یه فلگ داره بر خودش، که این نیده اسمش روشه دیگه، یعنی میگن من نیاز دارم از کریتیکال سکشن استفاده کنم. خب این مفهومو داره القا میکنه به ما. و توی تابع اینتری هم ما گفتیم که اول، یعنی اینتری قبل از کریتیکال سکشن اجرا میشه دیگه، گفتیم اول بگو من نیاز دارم برم تو کریتیکال سکشن، یعنی نیدو ترو کن و چک کن آیا اون یکی تردم نیاز داره یا نه. اگه نیاز نداشت، یعنی نید آدر فالس بود، برو تو کریتیکال سکشن. خب یعنی خودت میخواستی بری تو کریتیکال سکشن، ترد دیگه نمیخواست بری تو کریتیکال سکشن، نید آدر فالس بود، از این حلقه اومدیم بیرون رفتیم تو کریتیکال سکشن. خب این یه حالت. یه حالت اینه که تو خودت میخوای بری تو کریتیکال سکشن، ترد دیگه هم میخواد بره تو کریتیکال سکشن، یعنی هم نید می تو روه هم نید آدر تو روه. وقتی نید آدر تو روه میلیم تو این حلقه دیگه. حالا این سولوشنی که ارائه داده اومده یه تریکی زده. خب یک
کار به قول معروف یه کار چی میگن، یه کار اینترلیوینگ، یه تریک اینترلیوینگی زده. خب اومده هی مدام پشت سر هم تو یه دستور 3 و توی دستور 4 اومده پشت سر هم هی فلگشو ترو فالس کرده. خب یعنی الان قبل از اینی که وارد اینستراکشن 3 و 4 بشیم، هم فلگ مید تروه، هم نید مید تروه، هم نید آدر تروه دیگه. یعنی هم من نیاز دارم برم تو کریتیکال سیکشن، هم اون یکی ترد نیاز داره بره تو کریتیکال سیکشن. حالا اومده یه تریکی زده، هی اومده نید خودشو تو رو فالس کرده. خب یعنی گفته نه من نمیخوام برم، بعد هی گفته آره میخوام برم تو، بعد گفته نه نمیخوام برم، آره میخوام برم. خب این تریکی که زده توی همون اینترلیوینگ هست، این سناریویی که مینویسیم، امید داره که یه جایی بین خط 3 و 4 خط 10 اجرا بشه، خط 10 ترد آدر اجرا بشه. خب یعنی این هی میگه نه من نیاز ندارم، آره من نیاز دارم، و انتظار داره اون وسطه خط 10 اون یکی اجرا بشه و از حلقه بیاد بیرون به این صورت و اینجوری نجات پیدا کنه از ددلاک. خب ولی حالا ما اینا نمیدونیم که. اول باید دوباره چک کنیم، اول باید میوچوال اکسکلوژن رو چک کنیم. خب میایم بحران خلف میزنیم. الان یه نفر میتونه بیاد برهان خلف اینو بگه؟ خیلی سادن یعنی خیلی پیش پا افتادن. یه دقیقه بهش فکر کنیم، بعد یه نفر داوطلب شه بیاد برهان خلف رو بگه. خب گام اولش گفتم بهتون، اول باید فرض کنین حکم غلطه، یعنی باید فرض کنین میوچوال اکسکلوژن وجود نداره. وقتی میوچوال اکسکلوژن وجود نداره یعنی چی؟ یعنی دو تا ترد همزمان تو کریتیکال سیکشن بودن. وقتی دو تا ترد همزمان تو کریتیکال سیکشنن یعنی چی؟ یعنی دو تا ترد همزمان تابع اینتری رو پس کردن، یعنی از تابع اینتری رد شدن. خب الان لطفاً تا یه دقیقه فکر کنید، یه نفر داوطلب شه بگه چرا این فرض خلف باطله. خب کسی به نتیجه رسید که چرا این بحران خلف داره؟ خیلی ساده‌نه، یعنی قسمت اولشو گفتم، الان فقط کافیه بگین چرا دوتا ترد همزمان نمیتونن از تابع اینتری رد بشن. یعنی قطعا یکیشون تو وایل گیر میکنه. کسی به نتیجه رسید چرا؟ بفهم. فکر کنم اینجوری میشه که یعنی دوتا نیدا فالسن، بعد با فرض مشکل داره که نید میتروه. بله کاملا درست گفتید. ما فرض خلف داریم در نظر میگیریم که میوچوال اکسکلوژن وجود نداره. میوچوال اکسکلوژن وجود نداره یعنی چی؟ یعنی دو تا ترد همزمان تو کریتیکال سیکشن بودن. دو تا ترد چه زمانی همزمان تو کریتیکال سیکشنن؟ زمانی که تابع اینتری رو پس کنن. خب چه زمان دو تا ترد تابع اینتری رو پس میکنن؟ زمان تابع اینتری رو پس میکنن که نید آدر فالس باشه. خب یعنی اون یکی ترد اون یکی نیاز نداشته باشه به کریتیکال سیکشن.
خب این که اصلا همچه حالت رخ نمیده. چرا؟ چون قبل از اینی که اون وایل رو چک کنیم، یعنی قبل از این که خط 2 رو اجرا کنیم، خط 1 که need می هست رو تو رو کردیم، یعنی نیاز خودمون رو ابراز کردیم. پس ترد دیگه نمیتونه بگه ما نیاز نداریم و رد شه. متوجه هستی؟ یعنی هیچ سناریویی نمیتونه رخ بده که هم نید می توش فالس باشه هم نید آدر توش فالس باشه. اصلا غیر ممکنه. چرا؟ چون بلافاصله قبل از وایله ما داریم نید خودمون رو تو رو میکنیم. نمیشه که همزمان هم نید ما فالس باشه هم نید آدر فالس باشه. یعنی تحت هیچ سناریویی شما نمیتونید بنویسید و مقداردهی کنید و اینترلیف کنید و یه حالتی رخ بده که هم نید آدر فالس باشه هم نید می فالس باشه و هم ترد 1 از تابع اینتری رد بشه هم ترد 2 از تابع اینتری رد بشه. اصلا غیر ممکنه. چرا؟ چون تو خط 1 ما چیز خودمون رو، فلگ خودمون رو داریم تو رو میکنیم. پس نمیشه که همزمان هم مال ما فالس باشه هم مال اون یکی فالس باشه. خب الان میوچوال اکسکلوژن اثبات شد به همین سادگی. خیلی ساده انا. الان گام بعدی چیه؟ گام بعدی باید ددلاک رو چک کنیم. خب ددلاک چک کردنم اول سناریو می‌نویسیم، بعد با بحران خلف اثبات میکنیم. حالا ما فرض میکنیم سناریوها رو نوشتیم. خب الان یه نفر میخوام باز بیاد بگه که چرا اینجا ددلاک هم رخ نمیده تحت هیچ شرایطی. یعنی ما پروگرس داریم. کسی داوطلب میشه برای اثبات بحران خلف ددلاک؟ عدم ددلاک ها، نه خود ددلاک. کسی ایده ای داره چجوریه؟ کسی به نتیجه رسید؟ کسی میتونه برهان خلف عدم ددلاک رو بگه؟ خیلی ساده نه. الان بگم اصلا خندتون میگیره چقدر ساده است. آقا ما تو بحران خلف اول میایم فرض خلف رو تعریف میکنیم دیگه. فرض خلف چیه؟ اینه که ددلاک وجود داره. ما میخوایم عدم وجود ددلاک رو اثبات کنیم، پس فرض خلف میشه این که ددلاک وجود داره. ددلاک چه زمان وجود داره؟ تعریفشو بالاتر گفتم دیگه. یعنی که یه تردی گیر کنه تو حلقه. خب الان این حلقه هست که تو تاب اینتری داریم این تعریف ددلاک اینه یه تردی وارد این حلقه بشه و تا ابد توی این حلقه گیر کنه، هیچ وقت در نیاد. من از شما الان با توجه به این کدی که جلوی شما هست اصلا همچی حالتی ممکنه؟ یعنی یه تردی وارد این حلقه بشه و نید آدر هیچ وقت فالس نشه. کسی میتونه بگه چرا ممکن نیست؟ کم نگاه کنید مشخصه، یعنی اصلا بدیهیه، یعنی قشنگ نوشته. خودم میگم آفرین، دقیقاً کاملا درست گفتید، چون اگزیتش داره فلگ خودشو فالس میکنه. نگاه کنید ما دو تا ترد داریم دیگه، یه ترد A داریم یه ترد B داریم. خب فرض کنید این ترد
A رفته تو کریتیکال سکشن، یعنی اینتری رو رد کرده رفته تو کریتیکال سکشن. خب وقتی ترید A رفته تو کریتیکال سکشن معنیش چیه؟ یعنی نیدش ترو بوده، نید خودش ترو بوده، نید آدر فالس بوده. یعنی خودش گفته من میخوام برم تو اتاق، اون یکی ترده گفته نه من نمیخوام برم تو اتاق، خودت برو. خب و همین قضیه باعث شده که ترد بی توی وایله گیر کنه، اسپین لاک بشه، بیزی ویتینگ کنه. چرا؟ چون نید آدره تروه. خب یعنی نید ترد A تروه و ترد B توی این وایله گیر کرده. خب ترد A هم الان تو کریتیکال سکشن دیگه، وقتی از کریتیکال سکشن میاد بیرون نید خودشو فالس میکنه و اینجا ترد B که الان داره تو حلقه میچرخه به امیدی که نید ترد A فالس بشه، فالس شده دیگه. ترد A اومده بیرون گفته من دیگه نیاز ندارم، نید خودشو فالس کرده. برای همین ترد B که الان داره تو حلقه بر خودش بیزی ویتینگ میکنه، شرطشو چک میکنه، میگه نید آدر فالس شده، پس میاد بیرون میره تو کریتیکال سکشن. متوجه شدین؟ خیلی ساده بوده، یعنی قشنگ اینجا هم دوباره به تناقض رسیدیم، فرض خلف باطل، درستی حکم اثبات شد. همه متوجه شدن؟ خیلی اصلا بدیهیه، یعنی قشنگ نوشته بود، اوکی بود، همه توضیحات رو متوجه شدن کامل، کسی ابهامی نداره. خیلی خب، میریم سوال بعدی. راستی اینو یادم رفت بگم. آقا ما میوچوال اکسکلوژن رو اثبات کردیم، چیز هم اثبات کردیم، عدم وجود ددلاک رو هم اثبات کردیم. خب الان چی رو باید اثبات کنیم؟ یه نفر تو چت بگه بعد از میوچوال اکسکلوژن و ددلاک. دقیقاً الان باید عدم استاربیشن رو اثبات کنیم. خب و اون پروتیپی هم که بهتون گفتم اینجا به درد میخوره. یعنی الان ما میوچوال اکسکلوژن رو که اثبات کردیم، عدم ددلاک هم اثبات کردیم، قطعا استاربیشن داره. چرا؟ چون الگوریتم پیرسون نیست. خب پس الان میدونیم استاربیشن داره. حالا سر جلسه امتحان باید یه جوری یه چیزی به هم ببافیم که آره این استاربیشن داره. خب این تریکی گفتم اینجا به درد میخوره الان. اوکی، این الگوریتم، این هم تریکی بود که بهتون گفتم، یه تریک اینترلیوینگی زده ها. این در واقع امیدش چیه؟ امیدش همونجور که بهتون گفتم اینه که بین خط 3 و 4 اون ترد دیگه نیدشو فالس کنه. خب امیدش اینه که یه سناریوی رخ بده، یه شانسی بیاره در واقع و بین خط 3 و 4 نید آدر فالس بشه و بتونه از حلقه بیاد بیرون. خب تعریف خود استاربیشن چی هست؟ حالا اینجا یه مثال نقضی رخ میده، یعنی مثال نقض که نه، یعنی در واقع یه سناریوی رخ میده دیگه. استاربیشن یعنی این که ما دقیق نتونیم با قاطعیت بگیم که یه تردی وارد کریتیکال سیکشن میشه. خب یعنی یه شانسی او وسط باشه، میدونی، یعنی مثلا یه رندومنس، حالا نمیشه گفت، ولی یعنی مثلا یه عدم قاطعیتی او وسط باشه. خب که ما با اطمینان نتونیم بگیم آقا آره این ترد قطعا وارد کریتیکال سیکشن میشه. خب به این حالت میگن استاربیشن، یعنی گرسنگی. خب یعنی یه تردی از بس منتظر وارد شدن کریتیکال سیکشنه، یعنی به قول معروف تشنه وارد شدن به کریتیکال سیکشنه، یعنی خیلی دلش میخواد وارد شه ولی معلوم نیست که این نوبتش میشه، همچوری یه گوشه وایساده معطل. به یه حالت میگن استاربیشن. خب الان اینجا هم همونجور که بهتون گفتم ایده اینه که نید آدر بین خط 3 و 4 فالس میشه.
خب یعنی ما این الگوریتم ها امیدش اینه که آقا بین خط 3 و 4 نید آدر فالس بشه، یعنی یه جورایی به قول معروف به امام زمان متوسل شده که بین خط 3 و 4 شانس بیاره نید آدر فالس بشه و بتونه بیاد بیرون از حلقه. خب ممکن هیچ وقت نشه، یعنی هیچ قطعیتی وجود نداره این وسط که دقیقاً بین خط 3 و 4 چی بشه، اون اتفاق نید آدر بیفته. برای همین استارویشن داره و اینجوری این الگوریتم هم غلطه. این خیلی مثال کاملی بوده، یعنی هم میوچوال اکسکلوژن رو توش اثبات کردیم، هم چیز رو اثبات کردیم، هم عرض به حضورتون چی میگن عدم ددلاک رو اثبات کردیم دیگه. آخرش دیدیم مجبوریم استارویشن رو، یعنی استارویشن داره دیگه، و فکر کردیم دیدیم آره اینجوری استارویشن داره. اوکی، همه متوجه شدم. خیلی هم خوب. یه مثال 5 هم هست، نمیدونم مثال 5 و الان 1 ساعت و 10 دقیقه از کلاس گذشته، مثال 5 هم بگم یا نه؟ مثال 5 رو به عنوان هومورک بدم آقای ماهر بهتون بده. مثبت یعنی چی؟ یعنی بدم هومورک یا خودم بگم؟ یه مثلا ربع ساعت 20 دقیقه طول میکشه. خب اوکیه، این هم اتفاقا مثال آسونی، یعنی دوباره اون چیزه خیلی میوچوال اکسکلوژنش که خیلی ساده است، یعنی الان حفظی میشه گفت اصلا، یعنی اصلا قیافش معلومه، یعنی همجور نگاش میکنین معلومه. اون شرط عدم ددلاکش هم برقرار استارویشن داره. خب بزن یه کاری کن، بزن چیزشو خودم میگم سریع، اون اگه هستین که میگم یه 10 دقیقه سریع میوچوال اکسکلوژنشو خودم میگم، از ددلاکش هم خودم میگم، اب نداره. استارویشن شو خودتون فکر کنین چجوری استارو داره میکنه. خب آیا 2 تا ترد بهمون دادن، حالا این مسئله فرقش با مسئله قبلی چیه؟ این که تو مسئله قبلی فرض شده بود که هر 2 تا ترد دارن همین کد رو ران میکنن، اوکی؟ ولی این مسئله فرض کرده کدایی که ترد A و B دارن ران میکنن فرق میکنه. خب بر همین 2 تا کد آورده در اختیار ما گذاشته. خب توضیحات اولیه‌ای هم که داده، گفته فلگا اول فالسه و دوباره همون سوال معروف رو پرسیده که آقا آیا این راه حل مناسبی هست برای کریتیکال سکشن یا نه. طبق معمول گام اول اینه که اثبات کنیم میوچوال اکسکلوژن وجود داره. خب تکنیک چیه؟ میایم بوران خلف میزنیم. بوران خلف اول میایم فرض خلف رو تعریف میکنیم که همون نقیض حکمه، یعنی فرض میکنیم میوچوال اکسکلوژن وجود نداره. چه زمان میوچوال اکسکلوژن وجود نداره؟ زمانی که 2 تا ترد همزمان وارد کریتیکال سکشن شده باشه، یعنی هم ترد A هم ترد B وارد کریتیکال سکشن شده باشه. خب بعد از خودمون سوال میپرسیم، میگیم تحت چه شرایطی هم ترد A هم ترد B وارد کریتیکال سکشن میشن؟ خب کد گذاشتن جلومون، نگاه میکنم قشنگ ترد A چه زمان وارد کریتیکال سکشن میشه. از رو کد لطفاً بهم بگین ترد A چه زمان خط 3 رو اجرا میکنه. بله دقیقاً
زمان خط 3 رو اجرا میکنه که فلگ بی فالس شده باشه، یعنی اون اسپین لاکر رو رد کرده باشه. ترد بی چه زمان وارد کریتیکال سکشن میشه؟ زمانی که فلگ A فالس باشه. گفته if not A، if not فلگ A، یعنی زمانی این if اجرا میشه میره داخل بلاکش که فلگ A فالس باشه. خب یعنی ما تا اینجا همجور اومدیم جلو گفتیم همزمان دو تا ترد توی کریتیکال سکشن هم. چه زمان همزمان توی کریتیکال سکشن هم؟ که هم فلگ B فالس باشه هم فلگ A فالس باشه. خب اصلا همچین حالتی هیچ وقت رخ نمیده. چرا؟ چون اصلا قبل از اینی که این وایلر رو چک کنن دارن فلگشون رو تو رو میکنن. نگاه کن، هم ترد A دستور یکش داره فلگ A که فلگ خودش باشه رو تو رو میکنه، هم ترد B خط 1 داره فلگ B که فلگ خودش باشه رو تو رو میکنه. در صورتی که ما توی این فرض خلفمون گفتیم که هم فلگ B هم فلگ A باید فالس باشن. اصلا هم چیز غیر ممکنه، چون بلافاصله یه دستور بالاتر داره تو رو میکنه. متوجه هستین؟ برای همین فرض خلف باطل و درستی حکم اثبات شد. خیلی سادن ها، یعنی یه کمی تمرکز کنین قشنگ کد گشتن جلومون مشخصه. میوچوال اکسکلوژن رو اثبات کردم. حالا بعدش چی کار میکنم؟ بعدش میرم گام بعدی عدم ددلاک رو اثبات میکنم یا پروگرس رو، وجود پروگرس رو اثبات میکنم. خب آقا ددلاک چه زمان رخ میده؟ زمانی که یک کدی توی حلقه گیر کنه. درست میگم؟ الان اصلا ترد بیگ اصلا حلقه نداره. یعنی اصلا ترد بی وقتی حلقه نداره که نمیتونه گیر کنه، یعنی قطعا رد میشه از دستورا دیگه. ترد بی اصلا حلقه نداره که بخواد گیر کنه. برای همین ترد A و فقط اون حلقه ترد A رو یه جوری اثبات کنم تمومه. خب چه زمان ترد A توی اسپین لاک خط 2 گیر میکنه؟ زمانی گیر میکنه توی اسپین لاک خط 2 که ترد که فلگ B تو بمونه، تا ابد تو بمونه. خب منطقیه، یعنی یعنی فرض کنیم ترد A وارد حلقه خط 2 شده، همجور داره برای خودش میچرخه، منتظر تا فلگ B فالس بشه بیاد بیرون. زمانی ددلاک رخ میده که فلگ B هیچ وقت فالس نشه. آیا هم چیزی ممکنه به نظر شما؟ مثل مسئله قبل الان نگاه کن، ترد B خط 4ش فلگ B رو فالس کرده، یعنی ترد B که از کریتیکال سکشن میاد بیرون داره فلگ رو فالس میکنه. بعد ما اینجا تو بحران خلف و منتظری هستیم که ترد B هیچ وقت فالس نشه، یعنی قشنگ کدش جلومونه که ترد B داره فلگ B رو فالس میکنه. چجور میشه که هیچ وقت اون وایل مقدارش فالس نشه؟ متوجه هستیم؟ پس تناقض دوباره رخ داد. دوباره فرض خلف باطل و درستی حکم که میشه عدم وجود ددلاک اثبات شد. الان نه میوچوال اکسکلوژن داریم، نه میوچوال اکسکلوژن داریم، ددلاک نداریم. خب یعنی تا اینجا خوب پیش اومدیم. حالا استارویشن باید چک کنیم. الان طبق اون تیپی که بهتون دادم، اون نکته کنکوری که بهتون گفتم، قطعا استارویشن داره. از کجا میدونم؟ چون الگوریتم پیرسون نیست. الگوریتم پیرسون رو از قبل شب امتحان حفظ کردم، میدونم این نیست. تنها الگوریتمی هم که هر سه تا شرط رو همزمان برقرار داره، یعنی هم میوچوال اکسکلوژن داره، هم ددلاک نداره، هم استارویشن نداره، الگوریتم پیرسونه. اگه الگوریتم پیرسون گذاشتن جلومون، خب آره هی دونه اثبات میکنیم. ولی وقتی الگوریتم پیرسون نذاشتن جلومون، قطعا یکی از این شرط‌ها رو نداره. و من الان 2 دقیقه پیش اون 2 تا شرط اول رو اثبات کردم.
پس قطعا استارویشن داره. خب حالا میشیم فکر میکنیم که چجوری استارویشن داره که اینو قرار شد به عنوان هومورک انجام بدید. آقای ماهر زحمت میکشن قرار هومورک بدن بهتون که هم یه تمرینی بشه برای امتحان پایان ترمتون و هم اینکه نمره به جای اینکه تماما روی امتحانات و فعالیت کلاسی باشه روی یکمی شکسته بشه روی هومورک و اینجوری یکمی نمره گرفتن هم ساده تر بشه. خب خیلی عالی. این همه مطالبی بود که من میخواستم این جلسه بگم. کلاس هم 1 ساعت و 20 دقیقه طول کشید. جلسه تموم شد. حالا قبل از این که برید یه فیدبکی هم بدید که مثلا کلاس خوب بود یا نه کلاس بد بود، مثلا دوست داشتین چی جوری باشه بهتر باشه. این نظری هم دوست داشتید بدید. خیلی ممنون. دیگه کلاس تموم شده، میتونید کلاس رو ترک کنید. من